چی کسی است که برای این ثبات داده؟ چی کسی برای این زمین ثبات داده؟ اگر همین زمین اینمی آرامش ده که فعلا داره نمیداشت ما شما زندگی کردن نمیتونست در یک منطقه یک زلزله میشنه چی وضعیت به وجود میاد؟ چی وضعیت به وجود میاد؟ یعنی همه انسان ها با همه پیشرفت ها و نفهم تکنولوژی و فلان و فلان و فلان و فلان و فلان در یک به برنامگی کامل و مطلق قرار میگیرن. همه مگه مردم منتظر است که حالا ما میریم خلاص همه چیز از بین میره. همین طرف نیست. شما گاهی وقتا همین صحنه های زلزله را یک بار در ذهنتان بیارین، خصوصا ای خب افغانستان الحمدلله زلزله خیز نیست، بعضی مناطق دیگه که هست انسان حتی ویدیوش میبینه میترسه. بازم این صحنه یک بار در ذهنتان بیارین، یک منطقه کوچک زمین کم استقرار خود از دست میده. دو حالت کسی دیگه در فکر زندگی خود نمیشه. بسیار یک بیر گریز عجیب غریب. چند بار یک بار مالا پنتون دی بردیم 6 تا بودیم، اما تو عادی بود یک دفعه زلزله‌اش چیزی که بوده نبود که یک دفعه گریخ بدون از اینکه به کوچکترین گپ دیگه فکر بکنه. ما نمیگفتم که برو قدر خود زلزله شدید باشه، دیدیم زلزله کمی شدیدتر شد، آخر ما هم کم کم دیدیم با مجبور برام نمیشه. منظوری است که حال اینمی حالت نه انسان تنها به چی فکر میکنه؟ تنها برای نجات خود فکر میکنه. چی گپ شده؟ گپ ده چیست؟ گپ ده است که امین نظم زمین کمکی چی شده؟ الله متعالی تکان داده. خب پس شما فکر بکنید آیا ما شما گاهی فکر کردین که اینمی استقراری که ما در زمین داریم یک نعمت بسیار بزرگی است که الله در حق ما کرده؟ اینو فکر کردین گاهی؟ شاید در ذهن ما شما اصلا نیامده باشه. همین که ما شما زمین میریم راه بریم خیر خیرتیست یک نعمت از جانبی